من فکر میکنم که برای اون همسایه با ایران وقت بالانشین می‌حسابند که اونا فکر میکنند که در حالتهای مشکلی اونا دستگیری کرده میتوانند با اونها کمک کرده میتوانند در حساب پولی باشد خواه اگر خوبی باشند. همین خیلی همسایه های ما بسیار است و در دوره و یا پولشون برآورده در دسترخوان نمیمونند. در دوره آدمی به حق گپ میزند. من برای این آدمایی که مادیات نداریم، پول نداریم و همیشه و یا با حسود میبرند که برای چی این کمبغل در دوره گپیره گوش میکنند. برای همین مال ملکی و یارد بعد چی میگن شوی دختراشون داماداشون یا کلیناشون میخرد. یه قدیم اومده همین خیلی همه وقت همین خیلی آدمی با دولت بوینشین با امیدی که یگان روز یگان چیزی به همسایه کمبغل شاید یاردمش رسد. معرکه ها ایدها مردم کمک میکنند، کمک پولی مالی میکنند. برای همین همه وقت آدمی با دولت برای آنکه این معرفتی مردم ما وابستگی دارد. وقتی که همون مردمی که بای هستند و مثال بالانشین میکنند، اول باید که وای همه حرمت خودش باید دارد انسان. وقتی که معرفت آنها که بلند نیست، برای همین من فکر میکنم که اگر معرفتی بلند داشته باشند همون همسایه بای همون همسایه کمبغل خودش باید که از خودش بالاتر چناند که مثال دولت به او بسیارتر داد. مثال دولت زیاده هست با از وی زیاده میگردد. برای چی که وی پل دارد دور و از مجلس دو دستگاه داره به همون خاطر کمبغل که نداره نیست ای خفا میشینوننش حرمتشون میکنن.